زن خودخواه، زن مغرور، زن پرمدعا، زنی که بیشتر از آن که از خودش توقع داشته باشد از مردش و دیگران توقع دارد. زنانی که عادات بد خود را خیلی سخت تغییر می دهند یا اصلاً تغییر نمی دهند. کدام مرد است که از چنین زنانی دوری نکند؟ و اما چنین صفاتی در کدام یک از مزاجهای چارگانه است؟ در هر مزاجی ممکن است این صفات و اخلاقها دیده شود، چون ما مزاج سن هم داریم و از سن 20 تا 40 سالگی مزاجی که در فرد غالب است مزاج صفراست. اما چگونه از ظاهر و رفتارهای ظاهری میتوان یک زن صفراوی مزاج را تشخیص داد؟ زنانی که قد متوسط و بدن لاغر ولی عضله‌داری دارند و بافت بدنشان نرم نیست، حرکات تندی دارند و معمولاً عجول هستند، زود عصبانی میشوند و زود هم عصبانیتشان فروکش میکند و ولخرج هستند و توجهی به تنظیم مخارج زندگی ندارند. اگر شما قصد ازدواج با چنین زنی دارید و مزاج او را تشخیص داده اید، باید طی یک دوره شناخت مطمئن شوید که فاقد چنین اخلاقهایی است و در جهت خودسازی و رشد گام بر می دارد یا خیر و اینکه در چه خانواده‌ای تربیت شده. و خیلی ابراز علاقه او را در ابتدای آشنایی ملاک قرار ندهید، چرا که علاقه و عشق واقعی یعنی اینکه کسی بتواند از خودش فراتر برود و ارزش‌هایی را در دیگری کشف کند و به آن ارزش‌ها ببالد. و اگر کسی مدام به شما ابراز علاقه می کند و در کنار آن هم مدام نیازهای مادی خود را مطرح می کند، باید به عشق و علاقه او خیلی شک کنید. در زندگی با زن صفراوی مزاج که به تعادل مزاج خود اهمیت نمی دهد، به ناگاه در زندگی می بینید که او به خودش و خوراک و پوشاک خودش خیلی بیشتر از شما رسیدگی میکنه و این صفت برای او عادی است و اون رو زشت نمیدونه. اگر شما مردی سوداوی مزاج باشید، در ارتباط با عادتهای بد زن صفراوی مزاج خیلی اذیت خواهید شد در طول زندگی، چرا که شما برای خودتون اصول و چارچوب‌های خاصی دارید که از طرف زن صفراوی مزاج رعایت نمی‌شوند. ولی مرد دموی مزاج یا مرد بلغمی مزاج به دلیل داشتن رطوبت مزاجی که انعطاف رو ایجاد میکنه، در ارتباط با اخلاقهای ناپسند اگر با زن صفراوی مزاج کنار نیایند، ممکنه که در برخی موارد و عادتهای بعد زن صفراوی مزاج از خودشون انعطاف نشون بدند. مرد صفراوی مزاج هم به دلیل خشکی مزاج در ارتباط با عادات بد زن صفراوی مزاج انعطاف زیادی از خودش نشون نمیده. در ویدیوهای بعد به موارد دیگری از ازدواج با این نوع مزاج اشاره خواهم کرد. خیلی ممنونم که با این محتوا با من همراه بودید. تا محتوای بعدی، خدا نگهدار.